عروسک ها همیشه باید شیرین و بامزه باشن. اما اگه یه عروسک ظاهر معصومش فقط یه نقاب باشه چی؟ عروسک های لبابو دقیقاً همین حس رو به آدم میدن. موجوداتی کوچیک با چشمای خالی و نگاهی بیرون که خیلی ها میگن شبها زنده میشن. اولین بار عروسک لبوبو توسط یک طراح ژاپنی ساخته شد. ایده اصلی یک عروسک کلکسیونی بود که ظاهر متفاوتی داشته باشه. صورت پهن، چشمای گرد و خالی و بدن کوچیک. ولی همین ظاهر غیرعادی باعث شد خیلیا به جای اینکه جذب بشن حس ترس پیدا کنن. یه خانواده گزارش داده بودن که وقتی این عروسک رو به خونه آوردن بچه‌شون شبها از کابوس‌های تکراری میترسید و میگفت یک دوست خیالی کنارش توی اتاق نشسته و هر بار هم اشاره میکرد به همون عروسک لبوبو. یکی دیگه از داستانهای ترسناک از یک کلکسیونر گفته شده. اون میگفت عروسک رو توی قفس شیشه‌ای گذاشته، اما هر وقت از خونه بیرون میرفت و برمیگشت جای عروسک تغییر کرده بود. اول فکر میکرد شوخی یکی از دوستانشه تا روزی که دوربین مدار بسته گذاشت. تصویر نشون میداد عروسک شبها تکون نمیخوره اما صبحها جای دیگه‌ای قرار داشت. انگار چیزی نامرئی جا به جاش میکرد. بعضیا میگفتن وقتی شبها این عروسک کنار تختشون گذاشته میشه حس کردن چیزی توی اتاق حرکت میکنه. روایت دیگه هم هست از دختری که توی تولدش یکی از این عروسک‌ها رو هدیه گرفت. اون شب خانواده‌اش میگفتن صدای خنده بچگونه‌ای رو از اتاقش شنیدن در حالی که دختر تنها بوده. حتی توی شبکه‌های اجتماعی هم عکس‌هایی منتشر شده که بعضیا خزم می‌خوردن چشمای لبابو توی تاریکی برق میزنه. بعضیا میگفتن اون چشم‌ها اصلاً شیشه‌ای نیستن، انگار زندن. تا به امروز هیچ مدرک علمی وجود نداره که ثابت کنه لبوبا واقعاً نفرین شدن، اما یه چیزی واضحه. این عروسک‌ها بیش از این که بامزه باشن یه حس عجیب و سنگین به آدم منتقل میکنن. هیچ وقت ثابت نشده که این اتفاقها واقعا به خاطر لبوبو بوده یا فقط یه توهم و بازی ذهنی. شاید هم دلیلش اینه که بعضی چیزها قرار نیست فقط یک اسباب بازی باشن. شما چه فکری میکنید؟